آبها تاله‌نامه. خب اسد، سرطان، جلسات، جریان. شما این هفته صاحب مبلغ زیاد میشید. من صاحب مبلغ میشوم ولی آن مبلغ ها را گم میکنم. این مبلغ ها را گم میکنم. این گونه حالت بسیار است. درود بینندگان زکی، برنامه پرسکاو است منظور شما در موضوع تاله‌نامه. ما همیشه حقیقت را میکاویم، میپرسیم و مییابیم. از این رو امروز هم معین مینماییم که تاله‌نامه چگونه پیدا شده است، آیا حقیقت دارد یا نه. سر اول متخصص را میپرسیم تاله‌نامه چیست؟ این مجموعه تصورات ها است، مجموعه تصورات ها، باورها و سنت هایی است که وابسته‌اند به در ارتباط با ستاره ها و موقع جایگیری جایگزینی ستاره ها در دوران معین در وقت های مشخصی که گویا اون با تقدیر انسان ها و دولت ها و جامعه ها تأثیر داشته باشد. وابسته به تاریخ پیدایشش چی میگوید؟ وقتی که شخصی درباره این یا آن پدیده طبیعی تصورات کاملی نداشته باشد، حتما تأثیرات جنبی با آن همراه می شود و یک اعتقاداتی پیدا می شود. در همین زمینه کوشش ها برای در زمینه یعنی در ارتباط با ستاره ها معین نمودن تقدیر، سرنوشت، حوادثی که بعداً رخ می‌دهند در تاریخ بشر خیلی زیاد مشاهده می شود و این تاریخ چندین هزار ساله دارد. پس همین است تاله‌نامه. بازیافت‌های تاریخی گواه برانند که اولین پدیده ها، اولین نمونه های استفاده از تاله‌نامه ها گراسکوپ میگن. امروز تاله‌نامه ها با تمدن بین النهرین، تمدن شومرها خاص است و بعد از آن آشورها که آمدن، یعنی اقوام سامی آشوری که آمدن و بین النهرین را اشغال کردن و تمدن شومری را از میان بردن، آنها نیز در این زمینه یک اقدام نوی کردند و تاله‌نامه نویس ها و اونایی که از روی تاله‌نامه ها حکم میکردن و آینده رو گویا که مشخص می نمودن در دربار اشوربانیپل، پادشاه آشوری که بین النهرین یعنی میان درود را اشغال میکرد دیده میشوند. بله، چون تاریخش دراز است ما با آن چقدر نمی رویم. تنها معین می نماییم که آیا تاله‌نامه حقیقت دارد، مأخذهای آن از کجا گرفته می شود. بعضا ابراز عقیده میکنند دانشمندان و گروه آدمان که همین تاله‌نامه درست است و بعضی دیگری آنها اثبات میکنند که این اساسی واقعیت ندارد. شما چی میگویید؟ دانشمندان کانادا 200 کودک را سال 1958 نو تولد شده، کودکای نو تولد شده را برای مشاهده گرفتند. در دوام 25 سال آنها را مشاهده کردند و مشاهده کردند که همین تاله‌نامه، نقش تاله‌نامه در زندگی همینو چی است و آنها به این خلاصه رسیدند که تاله‌نامه یگان نقش در زندگی آنها ندارد. به این خلاصه رسیدند. تشکر برای معلومات. ما نیز نظرسنجی گذرانیدیم. گرچه 200 نفر نباشند هم ولی نتیجهش بد نیست و رسید لحظه دیر انتظار. مردم را میپرسیم شما به تاله‌نامه باوری دارید؟ نه ندارم. باوری داریم؟ باور دارم. البته که نه. نه این کارو ما نمیفهمیم. نه. خیلی گراسکوپ باوری دارم. نداریم. ها باوری دارم. البته ما بسیار میخونیم تاله‌نامه. خیلی کی میخواد؟ این اپوزیسیون کم نکنیم. میبینم که کارات بسیار است. نفهمیدم. نه. باوری دارم. نه. راست گپ من باوری ندارم. ما چرا وابش باوری نداره؟ در این خیلی کار مشغول نیستم. متاسفانه نه. ندارم. البته. نه. Если честно, нет. نه. باور ندارم. بعضا وقت ها. نه ما باور نداریم در تاله‌نامه. نه. باوری دارم. نه اونقدر. بله منم باوری دارم. نه من یکم چیزا نمیدونم. نه. یه خیلی وقتا ها، یه خیلی وقتا نه. من به تاله‌نامه نه اونقدر باور دارم. تاله‌نامه نه راستی با تاله‌نامه ما باوری نداریم. من نه. باور نمیکنم. یگان حرفی که هست ممکن که توری بیاد از جهت دیگر باشد
باوری ندارم. نه. Конечно بیایم. بله کم باوری است. کم باوری دارم. من هم کم باوری دارم. ای ندارم من باوری ندارم. نه باور ندارم. باور ندارم بچه یا چه پرسید. نه باوری ندارم. نه باوری نداریم. باوری قدر نه اونقدر نه که به خود باوری دارین که تکیه به همون علمی خوندگی خودت وای میکنیم و کار میکنیم با همین باوری داریم. نه من باور ندارم اینجا. نمیدونم راستی که باوری ندارم. نه. باوری داریم شهر یک گزیت همون بعدت چه میگیریم هم باید میخوانیم باید. با گراسکوپ نه اونقدر. بعضی وقت باور کردن ممکن است بعضی وقت نه. در بعضی حالت‌ها نه. تشکر برای پاسخ راستیات. نتیجه جالب برآمد. از 60 نفر مردمی که در نظرپرسی مذکور اشتراک کردند 37 نفرشان کلاً به تالینامه باوری ندارند و 16 نفر پورا به تالینامه باوری دارند. اکثری باقی مانده باشد به تالینامه نه آنقدر باوری دارند. این حالا انجام نیست. اکنون بیایید سببش را معین میکنیم چرا اکثری مردم به تالینامه باوری دارند. دوامش بسیار عجیب می شود. شاید تجربه کرده باشند. ها؟ موافق هست؟ کم و بیش رشد میبید. اویدی و تقدیری آدم. برای اون که چند ساله بودن ما اثبات کردند. بسیار وقت توغری میگیره. چند بار خونده میبرم چطور وای توغری میگیره دا. خیلی جوش هست راست هست من جو هست که مثلا راجی که چند چیزا وای کردم باور کردم همطور راست برم من. مراتب. هر باری وای کنیم باوری است. یعنی سنجیده. تا همون روز و تموم میشه. برای که بعضی وقت با خودی من توغری میبرم. خیلی یک قسمش توغری میبید. راست میبرد. برای همه این چیزی عثمانی گوی گوش میکنم همون هفته که میتید همونو موافقت میکنم. برای که وای استوره هست که دوای استوره هر یک آدم نپریمیر این خاراکتریستیکش وقتی که میخونه در آن نوشته شده است موافقت میکنه با خاراکتری من. برای اون که بسیار وقت موافق میکنه. Ну как же сбывается. چون که بعضی چیزایی که هست در حقیقت داره. درست میبره بعضی وقت. برای چی که بعضی چیزایی هست که درست میبره. برای چی که هم با گفتهای هوایی میگه همون روز همون ساعت چی میبینه که همون کار چی برای همون باوری میکنه تجربه میکنیم نمیشه. بعد همون خوندن تجربه میکنیم که همون ساعت همون کار میشه نمیشه. سپاس برای جواب ها. ولی گروه دیگری مردم برخلاف این عقایدند. شما برای چی به تالینامه باوری ندارید؟ کم چیزی که من امسال میخونم همون خیلی موافقت نمیده. با هم تالینامه ما. برای که باوری ندارم تمام. نمیدونم تا زیر من باور نکردم. من باور ندارم با گراسکوپی خیلی. هر چی که در نصیب تقدیر ما از طرف خداوند. تالینامه یک خیلی ممکن بعضی وقت. برای که همش از دور قدیم یک چی گفتن که یک خود نمایشتی آدم فریبی همه کار میکنن که همه آدم یا مبلغ معین میگیرن تمام همه قدریا. اون چیزی که خدا خودش آفریده است پیشگویی کردن درست نیست. اگر روز من بگم پگه همین کارو میرم پگه همین کار نمیشه خواهر. برای من اون چیزی که تالینامه است و یا پروس و نوشتگی هست. تالینامه را خدا خودش میتید. در تقصیر هر یک از در تقدیرش نوشتگی خدا که روی ساعت شمد همه آدم به هم مراد مقصدش میرسد حل میشه. پگه بگویی چیز پیش فوربیل میرم تالینامه اینو همش دروغ است. حیات هر کس مینویسد. از جمعیت آزاد خلاصه مطبوعات آزاد هر کس هر چیز مینویسد. من باوری ندارم به تالینامه و این چیزا. برای که سنجش کردگی هستیم ده سیگده هر هفته همین تالینامه را میگیره میخونیم خیال میکنم توغری نیسته چی؟ Не знаю, не пользуюсь. نمیدونم باور ندارم به خاطر که اونا چی میدانه درباره تقدیر انسان ها. برای که اگر از پیشگویی هست اثبات کرده میتونن که پیشگویی چی در آینده میشود در حیات انسان چی رخ داده میشود. با فکر من دروغ است برای که ندارن یگام حجت های اثبات کننده ندارن که از غیب میزنن. چون که با اون حادثه هایی که در حیات من رخ میدهد یگان علاقه‌مندی نداره. بسیاری از همون تالینامه ها بسیارش اونقدر چی نیستن حقیقی نیستن ده. و این چیزی خلقتی که خدای تعالی خودش در طول آدم
ثبت کرده که هیچ کس نمیدونه. چون که وقتی من میخونم بعضا وقت هستن که همون گپا راست میبرن ولی بعضا وقت هستن که اونها راست نمیبرن برای اونقدر نه اونقدر به وی باور دارن. وای تولینوما مثلا گپی عمیق نیست در اونجا شاید به همین حساب ما وای باور نمیکنیم. توغری نمیبیوید. از اون سببی که من بسیار وقت میخونم اون چیزی که درباره میگه نه اینکه یکو زندگی ده داخل دارد انا فینانس یعنی که مبلغ اینش نیست میشود و یاش خیلی میدونم که همه با موجود دفعه پرابلم باشد. اکو من جدیم از کزیروگ میگن روزکتی میخونم کم تاریخ با فکری من که گپش خیلی همه طرفه جمع کرده میگود که یک کس بنه که باید تعلق محمد داره همه جدیو به تعلق دارد. هم کم ترش با باوری میکردم که همین میگود پول دست بشد خیلی بینه پول دست بشد خیلی فکرم همی خیلی خدا آزم عطا کرد مثال آدم از روی کوشش و غیرت خودش هم این نصیبی شد این دنیا میبیند از روی کوشش و غیرت خودش هر چیز در این دنیا اگر فکر کردن گرفت شما ممکن یک اون کسلی روحی به گرفتار میشید ممکن یک اون بلاهای دیگه گرفتار میشید این یک اون چیز در این دنیا اویل کردن در کار نیست از روی غیرت کوشش کار کردن در کار چند بار خوندم موفق نامد. این خاک سال ما جوونه ده. اگه آینده رو چی میدونی چی کار میشون؟ خیلی باور ندارم. خیلی نیست باوری. نمیدونم برای چی که باور ندارم. نمیدونم باوری ندارم. خیلی وای نویسنده که مثال هم خیلی کارو بول میشد همین هفته نه که بول نمیشود کو. آیا خسته کار کردن در کار بعد بول میشود. میدونید من فکر میکنم که هر کس طالعش را زندگیش را آیندهش را باید خودش سازد. من چیزای قدر اعتقاد ندارم. دوستان عزیز زحمت برای حقیقت گویی. واقعا فکرها جالب بودند و بیایید اکنون از کل آن مردمی که در نظر پرسی مذکور اشتراک کردند میپرسیم که آیا طالع‌نامه میخوانند یا نه؟ اگر خوانند از کجا؟ حد میدونم چیزی که من نمیخونم گو البته ولی یافتنش که نخوندم. بله. نه خیلی تلویزیون نگاه میکنم که باوری ندارم. میخونم. من درش تلفنم بعد دارم پروگرامش به هر سر یک بار میخونم بعد میبرم. چون اینش رو انتظار نبودم. میخونم. هر هفته همون گازیتا میبینیم میسنجیم که همون روز کروم برا رو میگیرد یا نمیگیرد. نه ما نمیخونیم. من تمام با اینو باوری ندارم. بعضی وقت بیکار باشم میخونم. نه کم. درصد از میخونم. نه نمیخونم. میخونم. گاه وقت میخونم. میخونیم مطالعه میکنیم و خیلی فلان هفته فلان کارها میشود و اگر خیلی شود خیلی چیزها میشود و پیش بینی میکنن و نه که ما باور نداریم در چیز. بله بعضا وقت میخونم اما میدونم که درست است. من میخواندم. طالع‌نامه را گاه میخونم. موافق میآید؟ خیلی کسی که در تقدیرش باشه روز میگیره نباشه نه؟ بیشتر از من از تلویزیون تماشا میکنم. با خواندن همین ذوق ندارم. طالع‌نامه را از تلویزیون سفینه به کانالایی که میتونن طالع‌نامه از سفینه میتونن. میخونم از اینترنت. بله از روزنامه ها. نه. بله. بعضا وقت بله در تلویزیون هم تماشا میکنم. طالع‌نامه کم بسیار نه کم مطالعه میکنه. میخونم بعد توغری نمیبرم. میخونم. каждый день читаю. میخونم یک گفتگو که خیلی باوری سخت نیست. نه چون باوری که ندارم چرا وقتم رو بیهوده صرف کنم وقتی که باوری داشته باشید گپی دیگر است. میخونم نه که باوری ندارم به خدا ولی میخونم برای مقصد در خودم باور کردن نه هسته یعنی ما همون یک گازیت چیزای اویلا گازیت اویلا رو من بسیار میخونم. بعضی وقتا از گازیت چرخ گردون و گازیت اویلا مطالعه میکنم. در مجموع پاسخ‌ها بد نه ولی اینجا باز یک سوال شوق‌آور داریم. از روی طالع‌نامه شما کی یعنی طالع‌نامه خود را میدانید چیست؟ سنبولا. من ترازو. اسد. جدی. من هم جدی. حمال. من داو. من از روی گرسگو حمال. من نمیدونم. اقرب. نه. جوزو. من استرلیس با تاجیکی قفص میشه. قفص تیلیت. ریبا با روسی میدونم با تاجیکی نه. ما با انگلیسی میدونم فبراریست. یادم نیست. صبر. همین خیلی دیده بودم در گازیتا هست میخوندیم که همون دوره شکل هست نه که یگو معلومات نداره. من سنبولا. من از روی طالع‌نامه میزون نباشم. نه من جدی. من که این چیزا نمیدونم.
سنبله من وای چه گم پوده استیلیت وای سنبوله اثر عقرب نه کو خیلیوش نمیدونم پروسا میخوانم ایستا من تماما را گم زدم. تولینامه خود را نمیدانید ولی میخوانید. نه کدومیشه نمیدونم خیلی پروسا همه ساعت تا آخرش نگاه میکنم تمام. مایلت نمیدونم سرطان حتی نمیدونم من صبر نه تولنامه جدی لف سنبوله همه تشکر. رحمت برای آزاد بیانی. دوستان عزیز چی خیلی دیدید اینجا فکرها گوناگون بودن ولی شما حقیقت را دانستن میخواهید. پس ادامه پرسکاو را تماشا کنید. سر اول معین می نماییم که تولنامه تا به زمان ما چگونه رسید. و این تولنامه نویسی از سده های پنجم و چهارم تا میلادی مسیح یعنی تا شماره ما جنبه انفرادی گرفتن. یعنی قبلا برای مشخص نمودن روند عمومی تقدیر جامعه، تقدیر دولت و تقدیر شاهان و سلاله های حکمران اگر استفاده می شد، از این به بعد یعنی از سده های پنجم و چهارم تا میلاد مسیح اینا جنبه انفرادی گرفتن. این دو چیزی خیلی و خیلی گوناگونند. یعنی به اصطلاح اونای طالع نامه‌نویس‌ها و فال بینایی که از روی ستاره ها فال می دیدن اشخاص گوناگون مراجعت می نمودن تا که از روی دید آنها راجع به تقدیر خود اطلاعی داشته باشند. پس از قدیم مردم به آن اعتقاد و باوری داشتند؟ در این باره خیلی زیاد میشد سخن گفت و میشد گفت که تمام ادیان ابراهیمی همین طالع نامه‌نویسی و عموما تا فال بینی که از روی ستاره ها صورت میگیرد ترک میکنن، یعنی انکار میکنن. یهودیان برداشت از تورات تلمود از در نزد قوم یهود اونا میگن که هیچ یک ستاره و جرم آسمانی نمیتواند که تقدیر یک یهودی را مشخص کند. گذشتگان ما چه؟ بزرگان ما تا اندازه با این طالع نامه ها و با وضع ستاره ها گویا که اعتقاد داشتند، اما این اعتقاد جنبه غیر علمی نداشت. فهما یگان مثال بیارید؟ ابو ریحان بیرونی در زمینه سنت های اخترشناسی که در خوارزم باستان بود، میدونید که در خوارزم باستان علوم مختلف و من جمله اخترشناسی، ستاره شناسی خیلی رونق داشته است و علم مخصوصی بود در خوارزم باستان با نام اخترونیک یعنی ستاره شناسی. و همین ابو ریحان بیرونی به این چندان اعتقادی نداشت، گرچندی که منجم دربار سلطان محمود غزنوی بود و میگوید که یعنی ستاره ها رو توصیه می شود در اسلام تنها برای معین نمودن وقت و برای معین نمودن روند کشت و کار و زراعت. یعنی ببینید که وقتی که میدونید که آسمان ستاره زار از روی نقشه آسمان که در اون زمان ها ترتیب تدوین شده بود به 12 برج تقسیم می شد و وقتی که آفتاب در برج حمل قرار می گیرد برابری شب و روز آغاز می شود و از همون زمان از شروع کرده از همون ایام می شد که کشت و کار با کشت و کار آغاز کرد و یعنی و حاصل خوبی به دست آورد. یعنی از ستاره ها به این معنا استفاده می کردن. خوب می شد اگر از نگاه دین هم به این مسئله روشنی اندازید. و اسلام در قرآنش چندین اشاره ها به این مسئله است که ستاره ها به ستاره از چی دید باید نگریست. ببینید در سوره ملک میگد که آراستیم ما سمای دنیا را، کیهان را، کهکشان را، گالاکتیک را با ستارگان، با چراغان تا که شیطان را برانید. چی معنا دارد؟ این معنای صرف علمی دارد و وابسته به رشد علم، وابسته به رشد علم و دانشی که انسانیت به دست میارد. تفسیر این آیت عموما تغییر میکند و مکملتر میشد. به چی معنا؟ یعنی ببینید که همین کهکشان ما که از میلیاردها آفتاب عبارت است، از میلیاردها آفتاب عبارت است، همین کهکشان ما یک نظم و نظام معینی دارد و این کهکشان ما گردی است در کهکشان‌های بزرگتر در متاگالاکتیکا
و کهکشان‌های خیلی زیادی موجودند. همین کهکشان ما را ببینید که این مجموعی ستاره و اجرام آسمانی است که از طریق گراویتاسیون جاذبه متحد شدند در اطراف سیاهچال ها میگویند و همه از یک سمت تا سمت دیگر از روی قطر دیامتر فاصله کهکشان ما 120,000 سال نور است. یعنی از یک طرف به طرف دیگرش نور با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه در 120,000 سال میاد. ببینید چی فاصله بزرگی و تمام این جرم‌هایی که در همین فاصله‌های خیلی بزرگی حتی غیر قابل تصور جای گیرن یک نظم و نظام دارند و در کهکشان‌های دیگر نیز همچنین. ببینید اینشتین میگه که نظم و نظامی که در عالم موجود است خود دلیل بر موجودیت روح فوق الطبیعی است. یعنی ببینید از استفاده از دستاوردهای علم میشه این آیت رو چگونه تفسیر کرد. یعنی از این بر می آید که ستاره شناسی که مردم عادی و مردم از علم و فرهنگ دور با آن اعتقاد دارند، طالع نامه‌نویسی هیچ ارتباطی با اسلام، با مسیحیت، با یهودیت، با ادیان ابراهیمی ندارد. تشکر برای معلومات مفید. پس برای از بین بردن این کار یعنی طالع نامه‌نویسی و تبلیغ آن دانشمندان چیکار کردند؟ سال 75 186 نفر دانشمندان نخبگان علم و دانش بشری و من جمله 18 نفر برندگان جایزه نوبل یک اعتراض چاپ نمودند که تمام رسانه‌های گروهی عالم آن را چاپ کردند. آنها گفتند که در آن که عموما همین یعنی گرسکوپ به اصطلاح طالع بینی یا طالع نامه خودش یک خرافات است، چیزی است که از علم خیلی دور است و در زمینه تصورات نادرست، در زمینه دانش کامل و کافی نداشتن در ارتباط با جهان هستی صورت میگیرد. ولی چرا؟ پس چرا آدمان به این باوری دارند؟ وبسایت هایی هستند که مخصوص طالع نامه را پیشنهاد میکنند، جوانان را در گروه های خودشون اعضا میکنند، از حساب آنها پول درآمد میکنند. امروز هم خیلی شده ایستاده است. تمام آن معلومات و پیشگویی طالع نامه امروزها از کجا گرفته می شود؟ آخر ما می توانیم قریب هر روز معلومات های نو به نوی طالع نامه را دسترس کنیم، خوانیم و یا شنویم. امروز رنگ قدیمه در اساس ستاره ها و گردش آنها دیگر حساب کتاب نمیکنند، آدم را فریب کردن. امروز متد نو اختراع کردن، تاثیر رسوندن با واسطه علم روانشناسی در شعور انسان. نازکی ها، ضعف های روانی انسان را دریافت میکنند. جوانان را پیش از همه میدونند که جوانان چقدر بسیار حساس هستند. مسائل های حساس وارد میکنند، جوانان به اون وارد میشوند، تمام درآمد در اونها در کیسه آنهاست. همین قدر است. تطبیق و تشویق طالع نامه چگونه صورت میگیرد؟ چرا امروزها آدمان با آن باوری دارند؟ همه وقت انسان به یک هدف دارد که در تحت شعور وی نهفته است. وقتی که انسان تولد میشود و بعد رشد مییابد، این رسیدن به سعادت است. هدف اصلی انسان همه وقت میخواهد خوشبخت باشد، لیکن همین رو با هر راه جستجو میکند. خود از زندگی شخصی، در زندگی اویلوی، در زندگی زناشویی، خب در جامعه، در فعالیت های کاری کوشش میکند که با همین همه وقت با موفقیت روبرو باشد. اما نه همه وقت زندگی با ما اون چیزی رو میتید که ما از اون انتظاریم. بعد همین با روی میارد بعد طالع نامه. چگونه میتوان از این دست کشید و یا چیکار باید کرد که آدمان به این دیگر باور نکنند؟ اگر که انسان دانش از زیادتر باشد و دایره های علمی رفت و آمد زیاد داشته باشد، از کتاب های علمی زیادتر استفاده برده باشد، و الکی میداند که واقعیت در کجاست و خطا و دروغ در کجا. رحمت برای معلومات دوستان عزیز. اگر کمی باشد هم مشکل شما را آسان کردیم، پس ما خوشبختیم. آنا تمام انجام. با همین برنامه پرسکال به آخر میرسد. خیر تا موضوعهای دیگر امان باشد.